ریکوردیم؟ بله ریکوردیم. خوبین؟ من داشتم به چی فکر میکردم؟ اینکه چقدر آدم دوستای خوب داشته باشه خوبه. حالا چی شد به این نتیجه رسیدم؟ خیلی نتیجه گیری مهمی هم بود. هیچ کی نمیدونه. در خارج از شوخی اینه که دلم واسه خیلی از دوستام امروز تنگ شده بود. مثلا وایب هوا رو نگاه کنیم، فکر کنم چیزای معلومه. تو هوای اینجوری دلگیر آدم به یه سری چیزای غمگین ولی با یه چاشنی مثلا دلتنگی اینا همیشه فکر میکنن. دیدم هوا اینطوریه. قشنگ از صبح حالا هوای دوستامو کرده بودم و اینکه به شدت دارم براشون تنگ شده بود. میخواستم بهشون زنگ بزنم چون همیشه این کارو من میکنم. یعنی با اینکه 8-9 ساله از ایران اومدم بیرون ولی رابطه‌ام با دوستام که کم که نشده هیچ، بهترم شده. از این بابت میگم که خب من بعد از یه مدت خیلی طولانی رفتم ایران و دیدم حالا یه سری بچه‌ها با هم اونقدر مثل قدیم اوکی نیستن و فاز هم دیگر نمیگیرن، ولی من نگاه کردم نه، مثلا علاوه بر این که با همشون اوکی هم و دلتنگشون بودم، حس یه خورده یه چیزی که انگار از دست دادی دوباره میگیریش. شاید توی ماشین تو ترافیک بودنم کنار اون دوسته مثلا که خیلی برام ارزش داشت، یه حس خوبی بود. یه خورده کادرمونم فکر کنم رفت عقب‌تر که این تو ماشین چیزا رو با خودش میاره دیگه. بعد اصلا نعمت دوست رو میخوام اینجوری شروع کنم که من روز اولی که اومده بودم تقریبا یه سال اول اینطوری بود. انقدر هم برای این دوستام تنگ میشد و هیچ وقت هم ساعتمون نمیخورد دیگه، چون که من سر کار بودم ساعت مثلا 8 صبح تا 8 شب. بعد که می اومدم بیرون دیگه تایم اونا جوری بود که خواب بودم. بعد خیلی اذیت میشدن، یعنی واقعا دلم لک میزد که یک شنبه چیزی بشه زنگ بزنم با اینا صحبت بکنم. ولی خب این کارو میکردم. اولش سخت بود ولی دیگه بعدش یه خورده هم کار ریلکس‌تر شد و زندگی خودم رو روتین افتاد، تونستم این تایمی براشون بذارم. و حالا خب خیلی هاشون هم که بیرون از ایران برنامه میذاشی میرفتیم میدیدیم اگه یه سفری میشین چقدر کج میشه بچه ها. الان خوبه، امیدوارم خوب باشه دیگه. بعد حالا همه اتفاقایی که افتاد ایران که رفتم خیلی نسبت به این تصمیمی که این دوستایی که داشتم و نگه داشتم خیلی به خودم افتخار کردم، چون که واقعا بودن دوست خوب تو زندگی آدم از 1000 تا چیز مثلا مالی و احساسی و اینجور چیزا نظرم ارزشش بیشتره، به خاطر اینکه تو اصلا یه موقع‌هایی یه حرفایی و یه احساسی و با یه سری دوستات میتونی کجا رفتیم بچه‌ها؟ یه دقیقه وایس من اینو درست کنم. اینا رو کات نمیزنم که خودم دوربین رفت. اینجا رو کات میزنم، اینجا رو کات میزنم یا نزنم؟ بزن بیاریم اینجا با خیلی نزدیک شدیم به هم. یه دقیقه من اینطوری تحمل بکنیم، میذارمتون سر جاش. اگه ببینید توی چه شرایطی من این لنز و دم و تشکیلات و چه ستاپی درست کردم که با هم صحبت کنیم. نگه تک تک دوستامو میخواستم زنگ بزنم. این حرکت عالی. خب ببخشید من عذر میخوام. رشته کلمه دستم در رفت. بذار یه کافی بگیرم، یه کافی بریم با هم بگیریم و ادامه‌اش رو بگم. کلاً قضیه این دوستا میگم بعضی موقع دیدی دلت مثلا دست دوستت یه خورده میگیره و یه خورده دستش ناراحت میشی. این موضوع رو داشته باش. من یه کافی بگیرم. Hi, can I get a medium hazelnut cold brew? Okay. That's it, thank you. اگه دلت دست دوستت مثلا میگیره میشکنه یا دستش ناراحت میشی، دوست واقعی دارم میگم،
اصلا نذارش تایم بخوره که مثلا بگی 4 ماه 6 ماه بگذره حالا اون زنگ بزنه لچ کنی و این داستانا، چون اصلا ارزششو نداره این دنیا که یه همچین آدمایی که وقتی تو زندگیمون هستن بخوایم کمتر از بودنشون استفاده بکنیم. چون انقدر چیزای مختلف پیش میاد تو زندگی آدما که حالا چه خوب چه بد، چه مهاجرت باشه چه جدایی به هر دلیلی به هر نحوی، بعد اون موقع قدرشون رو میدیم نبودشون یه جوری. ویزا پلیز. Thank you. یه دوباره صحبت کنیم نمیذارن. اون موقعی که نیستن تو زندگی خیلی نبودشون حس میشه، واسه همین حس میکنم که Thank you. رنگو ببین. الان همین کافه گرفتم یاد پدرام افتادم. پدی 4G یادش بخیر ما هم چیز میگرفتیم اون موقع، مثلا چند تا یوتیوب میگرفتیم، بعد این برنامه که میرفتیم کلا حالا جدا از یوتیوب انقدر از این تیمورتون بعدش میومد، نمیدونم چرا مشکلش چی بود، ولی خدایی شما رنگو بگیر، دو رنگی رو ببین چقدر سکسیه. همین پدرام الان خوش اسمش اومد، همین پدرام قشنگ دو تا آدمی بودیم که خب تو کانادا با هم آشنا شدیم، خیلی مثلا اینطوری نبود که سال زیادی با هم رفاقت بکنیم، ولی انقدر با هم مچ بودیم و فاز هم دیگر گرفته بودیم که الان واقعا با پدرام، با حالا پدرام بچه‌ای که اونورن رفاقت اینطوری داشتیم، تایمی که صحبت میکنیم حرف میزنیم خیلی بیشتر از تایمی که با خیلی از دوستان اینجام صحبت میکنم. البته که دوستان اینجام خیلی بچه گلین ها، ولی خب کلا زندگی تو کانادا چون یه حالت ماشینی داره، همه درگیر کارن و اونقدر تایم آزاد، من آروم مجبورم بپیچم که این دوربین نره، احتمالا پشت سریم یه خورده قاطی میکنه، ولی فدا سرتون عجله نداریم که داریم هم حال میکنیم دیگه. این فاصله که الان افتاده بین من و پدرام قشنگ اسم میگم کاش مثلا تا پدرام بود 100 بار بیشتر میرفتیم با هم بیرون و این داستانا. کلا ارزش اصلا نداره. ای بابا فهمیدم چرا پدرام قاطی و این درش اینجوریه نمیشه خورد، بعد من نهی بخورم. خیلی صحبت کردم آره از این مبعیدم، ولی خب داریم حال میکنیم با هم، من که دارم حال میکنم شما حال کنیم. خیلی هم نمیخوام طولانیش کنم، فقط پوینت هم اینه که نکته هستم اینه که قدر دوستاتون رو بدونین. اگه دوستی هستش که دلتون براش تعیین شده، اینطوری با علی صحبت میکنی نگو دلم واسه رضا هم تعیین شده، زنگ بزن به رضا بگو رضا واقعا دلم برات تعیین شده، کاش بودی، کاش برنامه بذاریم فلان کنیم، یا اگر که دست کسی ناراحت هستین یا اون دست شما ناراحته سعی کنین چیزای چرت و پرت اصلا بدیم بره، مگر اینکه حالا یه چیز جدی باشه که اونم بازم ارزش نداره که بخوای این فاصله بین این دوستی بیفته. خلاصه که هر جا که هستین قدر دوستاتون رو بدونین، به دوستاتون هم این قدر شما رو هم بدونن، کلن تاش هیچ خبری نیست. چکس.